وقت صبح از خانه بیرون شدی بگو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. باز اوجا صدا زده میشه قد هدیت و کوفیت و وقیت و تنحى عنه الشیطان. ای بنده وقتی تو این کلمات رو میگی بسم الله معنایش چی است؟ بسم الله، این حرکت من به نام الله است. توکلت علی الله، توکل به کی هست؟ الله. لا حول ولا قوة الا بالله. به سمت گناه نمیتوانیم برویم یا به سمت حسنات نمیتوانیم برویم، دست از گناه گرفته نمیتوانیم تا زمانی که کی نخواهد؟ الله. به سمت حسنات رفته نمیتوانیم، دست از گناه گرفته نمیتوانیم تا زمانی که الله بخواد. وقتی کی رو میگی برات گفته میشه قد هدیت، امروز هدایت شدید و کفیت، کفایت کرد برات امروز و وقیت، در حفاظت الله قرار گرفتی. یقال شیطان لشیطان الاخر، شیطان به شیطان دیگر چی میگه؟ میگه شیطان به شیطان دیگه میگه کیف لک برجل، تو چگونه میتونی به این مرد نزدیک شوی؟ قد هدیه و کفیه و وقیه، امروز هدایت شدن، در کفایتش کرده امروز و الله ای را در دشت فولادی رحمت خود گرفته نزدیکی شده. نمیتونه